سلام به همگی، سمیرا هستم، عاشق آموزش دادن. توی این فصل قراره که با هم پرونده AI رو برای همیشه ببندیم. خب ببینید، من قبل از اینکه شروع بکنم میخواستم یک رزومه کلی از خودم بگم که چه پروژه‌های بین‌المللی داشتیم و با چه کسانی کار کردیم و کارنامه و رزومه ما به چه شکل بوده. اما یاد اون آموزش ها افتادم که آخر جلسه متوجه میشی فقط داره از خودش تعریف میکنه. برای همین به این نتیجه رسیدم که خب اگر رزومه منو میخواید میتونید برید مثلا توی پیج و کلیه کارها و برندهایی که تگ شدن رو ببینید. پس از این لحاظ که دارید از چه کسی آموزش میبینید خیالتون راحت باشه. دو اینکه یه ذرم خودم معرفی کنم، من عاشق آموزش دادن هستم و همیشه سعی کردم آموزش رو به زبان ساده یاد بدم و فکر میکنم که تا این لحظه موفق بودم. چیزی که وجود داره اینه که آموزش دادن هم خیلی حالم خوب میکنه. خب برای اینکه خیلی طولانی نشه میریم سر اصل مطلب. اول بهتون بگم که من با اکانت های خودم لاگین نشدم و با اکانت های لاگین شدم که انگار هم غیر پولی هستن هم چون میخوام اون باگ هایی که شما بهش میخورید رو بتونم از اینجا براتون رفع کنم. در درجه اول میخوام بهتون بگم اصلا AI چیه؟ این هوش مصنوعی که میگن چیه؟ ببینید، هر چیزی که برای اجرا نیاز به هوش انسان داره ما بهش میگیم هوش مصنوعی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما الان یه هوش مصنوعی نمیشناسین که خودش کار کنه. شما باید یه دستوری بهش بدی. شما وقتی میخوای یه عکسی باید ازش بگیری، یه متنی شما مینویسی، اون در جواب شما یه متنی رو میفرسته. پس ما به این میگیم AI. ببینید، یک چیزی که من همه جا دارم میبینم و به اشتباه باب شده، خب ما به این محیط و به این برنامه میگیم پلتفرم. ما به این پلتفرم میگیم چت جی بی تی، به این پلتفرم میگیم پلکسیتی، به این میگیم کلاد. پلتفرم کلاد یا چت جی بی تی خب خودشون مدل دارن. حالا مدل چی هست؟ ببینید، اون مدلی که میاد و روی پلتفرم میشینه کار رو انجام میده، مثل موتور ماشین و ماشین. اینجا ماشین حکم پلتفرم رو داره، موتور ماشین حکم مدل رو داره. حالا مدل چیه؟ ببینید، مدل های جی بی تی تا الان که آپدیت ترینش که ما خیلی حالا باهاش کار داریم 5.5 همون جی بی تی 5.5 هستش که الان قوی ترین جی بی تی هستش. ما برای پلتفرم متنی یعنی ما زیاد پلتفرم متنی داریم، ولی حالا بین اون 3 تای قدر من میخوام بهتون بگم که کدوم به چه کاری میاد. ببینید، شما اگر سناریو نویس هستین، آدم خیلی خلاقی هستین، کتاب‌های خیلی زیادی می‌نویسین یا نمیدونم کاراکتر این شکلی دارید، پرپلکسیتی برای شما فوق‌العاده است، چون ترندهای روز رو به شما میگن، آخرین خبرها رو میگه و مثل چت جی پی تی هم باهاش صحبت میکنی. ولی یه خوبی که داره اینه که خیلی بروزتره و خیلی با آدمایی که حالا سناریو مینویسن خیلی مشتره. و این یکی که خیلی هم باب شده و من خودم هم به شخص عاشقشم کلود هستش. حالا کلود چیه بچه‌ها؟ کلود بیشتر برای اتومیشن، یعنی برای فصل بعدی که من قراره هوش مصنوعی رو یاد بدم خیلی به درد میخوره. اونایی که سئو کارن، اونایی که برنامه نویسی کار میکنن، اونایی که در واقع میخوان بیان و کلود رو به N8N که خودش یه برنامه جداست وصل کنن،
منشی خودش داشته باشه، خودش جواب بده، چت بات درست کنیم، نمیدونم این کارهای این شکلی کنیم، کلاد خیلی خوبه. ولی کلاد برای تولید محتوا من اصلا توصیهش نمی کنم. پس این میره برای بخشی که ما قرار اتوماسیون رو درس بدیم که بگیم چجوری شما منشی خودتون رو داشته باشید، چجوری مقاله بره روی وبسایتتون و خب اینجا رو که شما مشاهده میکنید، پس ما فعلا با کلاد و با پرپلکسیتی کاری نداریم. ما میریم روی چت جی پی تی خودم. خب بچه ها توی چت جی پی تی نمونه متنیه دیگه چت جی پی تی، درسته؟ نمونه عکس هم من از چت جی پی تی میگیرم. خب ولی نانو به نانا و خیلی از سایت های دیگه هم هستن که پوشش میدن این داستان رو. اما من دیدید مثلا هر کسی یه لمی داره با یک نرم افزاری اوکی هستش. من با پلتفرم چت جی پی تی خیلی اوکی هستم، مخصوصا این آپدیت آخر 5.5 که فوق العاده است بچه ها. یعنی من تا حالا نشده، اگه یادتون باشه من فکر کنم مثلا 7-8 ماه پیش بود، ما پرامپت های خیلی سنگین می نوشتیم تا یه خروجی به ما بده، نمیدونم اینقدر باید براش توضیح میدادیم، خیلی باگ داشت. ولی الان اصلا اینقدر راحت شده که من واقعا عاشقشم. حالا چرا من با نانو به نانا کار نمی کنم؟ من اولا که نانو به نانا رو شما به صورت کاملا رایگان میتونید از گوگل فلو داشته باشید. خب این گوگل فلو رو براتون بیارم. از اینجا وارد میشید. خب اوکی. اینجایی که نوشته کریت ویت گوگل فلو اینو میزنیم. اینا اصلا الان درس امروزمون نیستن و من صرفا فقط دارم میگم به خاطر اینکه بدونید که در آینده قراره چیا یاد بگیریم. خب من وارد این سایت میشم، نکسم میزنم و بعد بیام پایین و ادامه هم بزنم که میاد اینجا. بچه ها اینجا شما روزانه تا برای تبدیل عکس به ویدیو تا 50 کردیت، منشین اشتباه میگم، کردیت، شما روزانه تا 50 کردیت دارید. ولی برای عکس بی نهایت دارید، رایگانه. یعنی شما نانو به نانایی که همه جا پولی داره عرضه میشه اینجا میتونید رایگان داشته باشید. خب این اصلا نمونه عکسیه و بعد از متن ماه. ولی کسایی که با نانو به نانا خیلی اوکی تر هستن میتونن از نانو به نانا استفاده کنن. پس ما میریم توی همین چت جی پی تی خودمون. من همیشه اول بهش سلام میگم که چون با یه ایمیل دیگه اومدم، همیشه چت جی پی تی رو مثل رفیق خودم میدونم. یه سلام بهش دادم و من نمیشناسه اصلا من کیم. خب من میخوام چیکار کنم بچه ها؟ من توی این فصل میخوام کاری کنم شما تولید محتوای پیجتون رو از 0 تا 100 با هوش مصنوعی جلو ببرید. خب حالا من میام و به چت جی پی تی میگم که میخوام یک کاراکتر ثابت برای برندم داشته باشم. خب اول از همه یه کاغذ و یه خودکار بگیرید دستتون، یه کاغذ و یه مداد بگیرید دستتون و بنویسید که کاراکتر شما بر اساس هویت برندتون چه ویژگی هایی باید داشته باشه. مثلا من میگم یه دختر قد بلند مومشکی بلند
با کت و شلوار لوکس با چهره شرقی مثلا. خب ببینید ما قبلا اینا رو توی پرامپت می نوشتیم. اولا که خیلی سخت از فارسی پشتیبانی می کرد، الان فارسیش خیلی عالی شده. قبلا من وقتی مثلا میخواستم یه کاراکتری انتخاب کنم خیلی باید پرامپت می نوشتم، چهره رو تغییر میداد، خیلی اذیت میکرد. الان اصلا یه رویایی شده با کار با چت جی پی تی. میگم همین نسخه رو باید شما چیز کنید. آها اینجا هم بهتون بگم یه دونه های داره، یه دونه مدیوم داره، یه دونه اینستنت داره. بچه همشون این روی اینستنت باشه، هم سرعتی سریعتر براتون میاره، هم بهترین خروجی رو هم میشه به شما میده. خب من فکر کنم آردی اصلا روی اینستنت هستش. دختر قد بلند مومشکی با کت شلوار لوکس با چهره شرقی. میخوام که مدلم باشه. مدل ثابت. مدل ثابت. یه صحبتی هم من با اونایی دارم که الان مثلا میبینن من دارم با لپتاپ کار میکنم. بچه‌ها اصلا AI مرز نداره. یعنی شما با یه گوشی خیلی خیلی ساده و حتی از نرم افزارهای تحت وب هم میتونید کانکت بشید. خب من خودم برای اکانت خودم چت جی پی تی رو گرفتم. بچه یه سایتی هم هست به نام سایت هوشا. خب راستش من خودم از هم توی هوشا که حالا چیز دارم، چی میگن، اشتراک و این داستانا دارم. خب ولی من خودم از چت جی پی تی رو خریدم و چیز نمیکنم. ولی بچه‌هایی که توی ایرانن نمیدونم چرا سایت ها خیلی براشون سخت باز میشه. با وی پی ان های قوی هم نتونستن که در واقع کانکت بشن. من اومدم و سایتی که پیدا کردم و حالا تا الانی که بچه ها دارن باش کار میکنن رضایت دارن و کلی این مدل ها رو پشتیبانی میکنه، همه مدل ها با ها اومدن و جا شدن توی این سایتی به نام هوشا که از این هم حالا خواستید فکر کنم چت جی پی تی هم داره دیگه. چت جی پی تی هم داره. با ما هم قرارداد بستن با من نوعی و یه کدم میذارم براتون توی کپشن که شما میتونید با این کد 10% تخفیف بگیرید. ولی کلا برای من اصلا من که حالا درآمدم به دلار و ایران زندگی نمی کنم واقعا تبلیغ نیست. اگر به دردتون میخوره استفاده بکنید. خب بریم اینجا. این خانم رو برای من فرستاد و به به چه خانم زیبایی. خب این خانم رو برای من فرستاده، همون جوری مو بلنده و دستش هم توی جیبشه و داستانای این شکل. حالا ببینید اشتباهی که همه انجام میدن. حالا من نمیخوام روی این مدل خیلی حساس بشم، مثلا یه مدل دیگه هم بگم. نه خوشم نیومد. یک دختر خانم موبلوند قد متوسط بفرست، خوشگلم باشه. حالا چرا اینجوری دارم باهاش صحبت میکنم و با پرامپت صحبت نمی کنم؟ من ترجیح میدم جلسه اول مثل خودتون باهاش صحبت کنم.
چون دیدم که چجوری باهاش صحبت میکنید و میخوام ببینید که همون جوری هم کارتون راه میفته. بچه AI رو توی ذهن شما یه غول ساختم. مثلا من چند روز پیش داشتم صحبت میکردم، توی جمع دوستا و اینا بودیم، AI رو اینقدر سخت میدونستن، حالا هر کدوم یه شغل متنوع داشت، ولی اصلا این شکلی نیست و چقدر الان درخواست واسش زیاده، حالا چه بخش اتوماسیون چه بخش تولید محتوا و چیزی هم که هست برندا دارن ازش نتیجه میبینن، هزینهشون خیلی کم میشه. بچه ما خودمون پارسال بگم 1.5 سال از اون قضیه گذشته برای عکاسی فشن، حالا اینکه مدل آوردیم، نمیدونم دوربینای حرفه‌ای آوردیم، میکاپ آرتیست آوردیم، اینا همه به کنار، اصلا خروجی که اون انقدر مدل ما خسته شد و اذیت شد، حتی خروجی که میخواستیم هم در واقع در نیامد. خب مدل ها همه خیلی تکراری شده، شما سعی کنید تو انتخاب مدلتون خیلی دقت بکنید. حالا من چجوری میخوام چیز بکنم؟ مدل رو به انگلیسی تایپ میکنیم. خب ببینید یه عکسی برای ما میاره، شما میتونید در واقع الهام بگیرید، مثلا این مدل رو میارید و انتخابش میکنید. حالا بهتون یاد میدم که شما وقتی از یه مدل خارجی یا اصلا از یک فیس خوشتون میاد و میخواید اون رو به مدل تبدیل کنید، مدل برندتون باشه، چه کارهایی باید انجام بدین؟ یا مثلا مدل راشن میخواید روسی باشه، البته باید می‌نوشتم راشن مدل. حالا و بعد حتی میتونید این عکس هر کدوم از عکس‌ها رو که میخواید برای کاراکتر در واقع برندتون بردارید. خب من اول روی اون مدلی که خود AI ساخت، خود چت جی پی تی ساخت و خیلی هم اوکی نیست، از نظر من خیلی مدلای تکراریه، اول روش مانور میدم. خب از این خوشم اومد، من اینو لایک میکنم و میگم که این اوکیه، پس کاراکتر شیت مدل هم برام بفرست. خب صبر میکنیم تا کاراکتر شیت هم بفرسته. ما قبلا برای اینکه یه کاراکتر شیت داشته باشیم کلی پرامپت میدادیم بهش، الان هم بدیم خوبه. خب بذارید من الان اصلا بیارم اینجا. خب داره میده. ببینید در واقع کاراکتر شیت چی کار کرد برای ما. من اینو دانلود میکنم که یه توضیحی روش بدم. من میام و کاراکتر شیت رو باز میکنم اگه اشتباه نکنم. خب ببینید اول اومد از زاویه‌های مختلف مدل رو بررسی کرد، هم جلوی مدل در واقع، سمت چپ، پشت مدل، سمت راست. این باعث میشه که دیتیل رو داشته باشه. خب دیگه هیچ وقت گیج نمیشه در موردش. ببین حتی اینجا که چه گوشواره‌ای مثلا پوشیده، چه دستبندی پوشیده،
و به این شکل. خب پس این شد کاراکتر شیت ما. حالا اگر من بخوام مثلا ایشون رو داشته باشم، ما ایشون رو انتخاب میکنیم و اون پرامپتی که حالا توی هم کانال تلگرام هم توی اینستا گذاشته بودیمش رو اینجا پست میکنیم و براش میفرستیم. این همون مدل جدید است که ما باهاش کار میکنیم. خب یه نکته دیگه هم بهتون بگم. ببینید من اینجا اول یه مدل مشکی بهش دادم، بعد یه مدل بلوند دادم، بعدم که اومدم خودم یه راشن مدل بهش دادم خب برای کاراکتر. ولی حالا اینم زیاد قاطی نکرد، ولی اگر شما بخواید اصولش رو بدونید هر بار شما یه نیو چت باز کنید، اینجوری باعث میشه که چت جی پی تی دیگه گیج نشه. خب پس این تا این مرحله. اینم اوکی شد. ببینید نکته خوبش اینه که خودش اومد. شما وقتی میگید کاراکتر شیت میاد. ببینید من عکسی که بهش دادم یه لباس خیلی کوتاهی داشت، اصلا پاهاش و ایناش معلوم نبود، ولی الان نگاه کنید خودش اومده و کاراکتر ما رو شکل داده بهش، حتی کفشاش، حتی نوعه، حتی ببین اینجا عصبانیه، اینجا میخنده. و من حقیقتا از این کاراکتر خوشم اومد. یعنی ببینید نه خیلی مصنوعیه مثل کاراکترهای دیگه. به نظرم میتونه اصلا یه چهره جدیدی باشه با این موهاش. مثلا اون روز داشتم به یکی از بچه ها گفتم کسی تا حالا نیومده مو کوتاه در واقع برای برندش انتخاب کنم، همه مثلا مو بلند انتخاب کردم، ولی خب من از این مدل در واقع ببینید حتی دستاش. بعد شما این دیتیلش رو دیگه میتونید تغییر بدید. مثلا بگید که نه میخوام دستای مثلا ناخن‌های خیلی زیبا و دیزاین شده باشه. شاید مثلا شما مثلا آرایشگاه و زیبایی باشه برندتون، پس این مورد خیلی براتون مهمه. شاید شما مو باشید، موها مثلا باید فر باشه، نمیدونم یا کرلی باشه یا این شکلی. شاید شما مثلا یه برندی باشید که در واقع شما یه برندی باشید که این قدر از لباسش مثلا این شکلی باشه برای شما زیبا نباشه و بگید نه مثلا کت و شلوار تنش کنید. اینا دیگه چیزاییه که راحت میتونید ادیت کنید. یا مثلا برندی که ما قبلا کار میکردیم روی لنز بود، لنز چشم، و خب اون موقع مثلا رنگ چشم براشون مهم بود. پس شما دیتیلی که مرتبط با برند خودتون هست رو به راحتی میتونید تغییر بدید. خب حالا ما این کاراکتر شیت رو داریم. این کاراکتر شیت چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ اولا اینکه شما برای مدلتون یک اسم باید انتخاب کنید و من اولین کاری که میکنم نظر خود هوش مصنوعی رو میپرسم. میگم که اسم این مدل چی باشه؟ میخوام روسیه باشه. خب و بهش میگم بذارید آنالایز کنه ببینیم در واقع چی میگه. مثلا چیزایی که پیشنهاد میده تکراریه، مثلا آناستازیا، آلینا، مثلا آلینا قشنگ، سوفیا. چرا ما باید اسم برای مدلمون انتخاب بکنیم؟ ببینید اینجا داستان برند صورت میگیره. یکی از چیزایی که خیلی اصرار داشتم زودتر آموزش بدم AI رو، چون خیلی AI رو فقط تکنولوژی میدونن، ولی شما اگر AI رو با برندینگتون میکس کنید و طبق اصول پیش برید، اون کاراکتر میتونه جواب باشه. مثلا خیلی ها به من دایرکت داده بودن میگفتن ما کاراکترمون رو ساختیم، نمیدونم ویدیو هم باش ساختیم، ولی نمیگیره، به خاطر اینکه سناریو و داستان پشتش
ندارید. خب ببینید اینجا داره میگه که اوا، مثلا اوا باید یه ذرم داستان طور خواهی میکنم یه ذرم باید داستان طور باشه. مثلا اوا قشنگه، یه اسمیه که یهو بولد میشه، یهو ترند میشه. مثلا همه میگن اوا، مثلا یه چیز فارسی هم توش هست. ویکتوریا مثلا نه خیلی باش اوکی نیستم. کاترینا، ناتالیا، داریا. ببینید همینجور که دارید پیش میرید، من اول دوست دارم از خلاقیت خودتون استفاده بکنید، ولی چت جی پی تی داره شما رو، زمان شما رو در واقع صرفه جویی میکنه توش. پس اون چیزی که هست، مثلا خودش الان گفته که پیشنهاد من آلینا هستش. مثلا من اوا و آلینا رو دوست داشتم ولی بقیهش رو نه. حالا میگیم اگه بخوای یه اسم قدیمی خیلی کلاسیک رو این مدل بذاری چی؟ آها، دقیقا متوجه شد که من چی میخوام. خب یه کاترینا که همون کاتریناست. الکساندرا نه. تاتیانا مثلا قشنگه. ناتالیا. الیزاوتا نه، اسمی که اولگا مثلا قشنگه. ببین یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین نام‌های روسیه. آها، یه چیزی من اینجا دیدم اگر اشتباه نکنم. آیرینا به نظرم خیلی قشنگه، چون حس ایرانم به آدم میده. حالا معنیشم نمیدونم چیه ولی نوشته شیک و نوستالژیک. من اینو دوست داشتم. خب پس از این به بعد مدل ما اسمش میشه آیرینا. سوتلانا نه، من همون چشمم آیرینا رو گرفت. و شما اگر دقت بکنید من استپ بای استپ دارم با خودتون پیش میرم، یعنی مدل رو خلق کردم، بعد اسم براش انتخاب کردم و حتی شاید براش پیج هم بزنم. خب در مورد این اسم بیشتر میخوام بدونم. زن روسی با هویت قوی، لوکس و مایه‌اش ریشه اصلی صلح، آرامش و هماهنگی. یه چیزیه که من دنبالش بودم، به نظرم آیرینا خیلی بهش میخوره. آرام، با وقار، باهوش، مؤدب، قابل اعتماد. این اوکی شد. بعد اومده چند تا ترکیب داده. آیرینا اوکی. خب آیرینا پس اسمش شد، خودشم این شکلی شد. حالا اومده بهش میگه که بیا براش یه هویت ثابت انتخاب بکنیم. حالا قبل از اینکه من بگم بخوام براتون توضیح بدم، خودش اومد و گفت ببینید چون ما مدل رو اومدیم و از توی گوگل انتخاب کردیم، بعدن اومدیم و براش اسم و اینا انتخاب کردیم، ولی شما میتونید از همون اول در واقع این کارا رو کرده باشید. یعنی بر اساس اسمش طراحیش کنید، بر اساس سنش بیایید و خودتون عکسش رو بسازید با چت جی پی تی. ولی خب من برای اینکه همه راه ها رو رفته باشید و ببینید که به چه شکله و چون زمان براتون مهمه،
به این نحو پیش رفتیم. خب ببین اومده مثلا گفته که بیا سنش رو بذاریم 28، قدش رو بذاریم 167 مثلا، چون اونجا گفتیم که یک خانم قد کوتاه لاکچری بیزینسه، یعنی یک خانم لاکچری در واقع هستش، آرامه، باهوش، استایل خیلی مهمه بچه. اگر ما یک پیجی هستیم که استایلیم، این الان داره میگه این استایلای اولدمانی بهش میاد، لاکچری بهش میاد، مینیمال لاکچری بهش میاد. مثلا اگر شما ورزشی هستین شاید این مدل خیلی مناسب شما نبود، چون ورزشی ها باید چی میگن بدن رو نشون بدن، این دیگه شامل اون برند نمیشه. یا مثلا اگر بدنسازی شما پیجتون بدنسازی، این مدل اصلا مناسب شما نیست. پس هر برندی میاد و استایل خودش رو میگیره. بعد رنگ های ثابت لباس رو مثلا اومده مثلا اولدمانی گفته، مشکی، سفید، کرم، بژ. اولدمانی هم اگر نمیدونید یه سبک خیلی قدیمی پولدارا رو میگن اولدمانی، یعنی پولداری که خیلی اصیله استایلش اولدمانی هستش. خب موهای بلوند با هایلایت عسلی، چشمای سبز فندقی. خب ببینید الان ما از اون اولی که پیش رفتیم تا اینجا و با یک اکانتی که خریداری نشده و این اکانت کاملا اکانت فری هستش و اکانت خودم هم حتی نیستش، ما تا اینجا در واقع پیش رفتیم، یک کاراکتر ساختیم، هویت بهش دادیم، کاراکتر شیتش رو ساختیم و این کاراکتر شیت از این به بعد ما خیلی باهاش کار داریم. خب کافیه برای جلسه اول، خیلی هم خسته نشید. قول میدم که بلافاصله جلسه دوم رو ضبط کنیم. پس یه خلاصه ای داشته باشیم. ما متوجه شدیم که AI چیه، مدل ها چی هستن، پلتفرم چیه، فرق AI با پلتفرم چیه و بعدش اومدیم 3 تا پلتفرم رو با هم بررسی کردیم و متوجه شدیم که توی بخش تولید محتوا چه پلتفرم هایی به درد ما میخوره و بعدش اومدیم یک کاراکتر باهاش ساختیم، به کاراکترمون هویت دادیم، براش اسم انتخاب کردیم و مراحل بعدی هم در جلسه های بعد. هر سوالی که دارید توی کامنت ها بنویسین. لایک و این داستان های این شکلی و حمایت هم چون میدونم مثل همیشه به هم لطف دارید و میدونم که اصلا این آموزش میترکه، چون آموزش همیشه چیزی بوده که من ازش خیلی نتیجه گرفتم. پس یه کال تو اکشن نهایی رو نمیدم و اون دیگه با خودتون. روز خوبی داشته باشید. تا جلسه بعد حتما این چند تا کاری که امروز انجام دادیم رو تمرین کنید و هر سوالی هم داشتین بپرسین.